ایرو روژا جیهانی اوندا کرنان چاریه و به تایبت جبو بالکشاندن سرچارانویسا کسین کودروشن آلوز و لجهن آرام هاتن زندان کرن و مالبات و نونرین وان ین یاسایی تو آگاهیان سروان نزانه او روش هاتیه دست نیشان کرن. به بونه جی آرک آزادی روشاوای کردستانه دخواز بال بکشینه سر ولاتیان کردین روشاوای کردستانه این کودروشن ندیار و جبو سدم ندیار هاتن رواندن و گرتن جعالی هر یک جه پیده یا که خواب زوره کریه دستلاتور رژیم اسد یا دیکتاتور هروهار خصنا داعش یا تروریست سیاست مدار و چالکوان کرد جمیجده راستی زندان کرنه جعالی رژیم بعثا دیکتاتور لسوریه تین لیج دماغ شورش سوریه دا آدارا سال 2011 دست بکر رژیم به دهان جوالاتی و چالکوان کرد گرتن و تانها 120 کس بناو جعالی چالکوان کرد و هاتیه بلگه کرن و درباری چارنویس آوان تو کس آگاهیان سروان نزانه. پارتیا پیدیجی جدما کو دورن روجاوای کردستانی برادست کرن رژیم بعث ج سال 2012 ده ورگرد دست به آواکرنا دزگهن خو و چکدارن خو و روز به روز آستکریارن خو لدیجی ولاتین کرد و سیاست مداران تونتر دکه و به صدان جوان و خندکارن کرد جوالشکریا خو یعنی چاری گرتن هروها بدهان جخباتکارن کرد و سرکرد و اندامین پارتیان انجمنان اجتماعی کرد و سوریه گرتنه و رواندنه و چارانویس آوان تانها ندیاره. مینا بهزات دورسن اندامه پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کود 24 ماه دهان 2012 ده جعالیه چکدارین پیده لگندوار دیریک هاتیا رواندن هروها نیدال سلیم کود همان روژه ده لگل بهزات دورسن هاتیا رواندن هروها چالکوان کرد امیر حامد کود سال 2014 ده جعالیه چکدارین پیده و لیدربسی هاتیا رواندن هروها دوی مهیدجی چکدارین پیده بدهان جه سرکردین پارتین انکسی جبو بجداربون آوان ده جنازه شهیدکی پیشمرگه روشاوای کردستانی گرتنه و تانها چارنویس آوان ندیاره و نجی جهنوان. رخصنا داعشیه تروریست جعالی خوده به صدان جوالاتین کرده به تایبتی جه کوبانی و دورابابی و گندوارن و رواندنه و گرتنه بگو تو آگاهی سروان جی لجم مالباتن وان هبن. دوی روژا جیهانی یا اوندا کرنان چاری ده مالباتین گرتیان و چالکوانین کرده دا خواز جهامور خصنن ماف پروری دکن کو چارنویس آوان گرتیان وره اشکره کرن و سربست ورن بردان.